یکی از نوازنده چونان بهمن رجبی که به اینجا همش گفته شد و همه میدونیم که به دو چهره بسیار شاخص هستند سخته، ولی من فکر کردم چون به هر حال دوران جوانی رو 60 سال پیش از اون اوایلی که رجبی قدرم کرد به پهنه موسیقی در واقع به میدان موسیقی آمد، هنرش رو شنیدم. من همچون یکی از اون کسانی بودم که دنبال برای یاد گرفتن و فهمیدن قضایا بودم، باش دوست شدم و یکی از مشتریان پرپاگورس سخنرانی‌هاش در هر جایی که اتفاق می‌افتاد بودم تا اون اواخر که همون دوره‌هایی که دیگه تقریبا خونه‌نشین شد یه مقداری بحثای بینمون پیش اومد که متاسفانه نتونستیم تا اون آخر ادامه بدیم. عرض کنم که برای صحبت کردن واقعا تخصصی میخواد در روانشناسی و این حرفا که این کار من نیست، ولی از بعد موسیقی چون تمام این سالها و داشتم فکر میکردم که در واقع خود حقیقت نقد حال ماست، چون ما هم تقریبا یه همچون مسیری رو بی سر و صدا کمتر بیشتر با نوشتن گاهی اوقات صحبت کردن پیش رفتیم و با سازمون. رجبی، من یه خلاصه ای از اون دو چهره فقط رجبی رو اینجا عرض کنم. یکی این که رجبی اندام موزون و متناسبی برای کار موسیقی داشت، انگشتان کشیده، ذهن آماده و در واقع جویای نام از تمام اون جوانبی که به موسیقی مربوط میشد اومد و خیلی سریع اون مفاهیم ریاضیوار ریتم رو متوجه شد و دنبال اون رفت و به شکل اون قضایایی که به شکل بی‌نهایت میتونه در ریاضی اتفاق بیفته، پشت هم قرار گرفتن کشش نوت‌ها یا حالا اون دیرندهایی که پشت هم قرار میگیره هر کدوم یه ریتم رو میسازه، این رو خیلی خوب به دست آورد با اون استعداد درخشانی که داشت. پیچیده ترین نظم ها رو با آرایشی بسیار دقیق به صورت بسیار شسته رفته تمیز، من یادمه در سخنرانی ها شروع میکرد یه ریزی رو با سرعت خیلی کم، اون ریزهای گوناگونی که خودش درست کرده بود با سرعت بسیار کم شروع میکرد به تدریج اضافه میکرد به شکلی که دیگه تقریبا یک صدای ممتدی میشد، بعدش باز هم به تدریج می آورد پایین و دیگه تمام میکرد کار رو. یعنی اگر من معتقد به تکنیک جدا از کار نیستم در کار موسیقی، تکنیک همون چیزیست که نهایتا نوازنده یا خواننده خودش رو نشون میده با اون کار، جدا نمیشه کرد. ولی اگر بخوایم قائل بشیم به تکنیک رجبی از نظر چیز، تکنیک اون فیزیک کار، حرکات انگشتانش، ابعاد نوازندگیش روی پوست، ناحیه‌های مختلف پوست بی‌نظیر بود واقعا. و تمام اینها چون خیلی ها میخواستن این کار رو بکنن ولی به این خوش صدایی و تمیزی و شست‌ورفتگی نمیشد. رجبی اهل مطالعه بود، خیلی مطالعه میکرد، با آهنگسازهای جهانی و ایران آشنا بود، تمام اون رفتار بزرگان موسیقی ما رو سرمشق قرار میداد، آدمایی مثل کلنل علی نقی خان وزیری رو، و در کار ادبیات، فهمیدن ادبیات، شعر بسیار کارش راضی کننده و آگاه بود، شعر خوب میخوند. اون چیزی که من خیلی وقتا متاسفانه دیدم حتی اهل موسیقی گاهی میخوان یه دو بیت شعر بخونن، ممکنه که از نظر اون چیزی که نباید اشتباه بکنن وضع ایشون این اشتباه ها رو نمیکرد. طرفدار شعر نیما و شاملو و از قدیمی ها، فردوسی و حافظ و مولوی و خیام و اینها رو ازشون الگو میگرفت. این خیلی مهم بود. عرض کردم خیلی مهمه که یک موسیقیدان حتما باید با هنرهای دیگر ایرانی مخصوصا ادبیات آشنا باشه که رجبی خیلی در سخنرانیاش اینا بود استفاده میکرد. عرض کنم روی تنبک نواختن چندین حالت اتفاق میفته. یکیش اینی که تنبک که رجبی خودش میگفت تحقیق کرده بود، خیلی خلاصه میگم اینا رو، به شکل مترونوم
سابق اینطوری بود، یه ریتمی رو نوازنده تنبک میگرفت و خیلی ریتم ساده و یک نواخت و پیش با افتاده به قول رجبی میگرفت و میرفت. یک حالتی بعداً پیدا شد که از جمله اونی که من اول شنیدم بیشتر در خود ساز رجبی شنیدم، ملودی نوازی. یادمه که آقای حاج محمود فرنام هم که دایره میزد میگفت من ملودی میزنم، تقلید میکردم و این بیشتر اینجا هیچ آب چیزی هم نذاشته تقلید چون تو سریع صحبت میکنم عرض کنم که تقلید میکردن از ملودی که نوازنده ساز همراه میزد. اگه با سنتور میزد جمله های اون رو تقریبا سعی میکرد اداشو در بیاره و این توانایی رو داشت. یک مرحله بالاتر از این اونی هست که عرض کنم که نوازنده تنبک با گروه و اون سازهای همراه یا ارکستر یا آهنگ، البته همه اینا در مواقعی که بداهه نوازی میکنه هماهنگی درست میکنه، یه چیز دیگری میزنه ولی شدیداً با اون قطعه همراهه. رجبی تقریباً میخواست به این قضیه برسه ولی بیشتر ملودی نواز بود. حالا اعتقادش اونطوری بود که اینه سعی میکرد اون ملودی ها رو، حالا نه اینکه خب طبیعتاً نمیشه رو ساز پوستی نوت که اونطوری نمیشه ولی خب تشبیه میکرد به اون، شباهت میداد به اون ملودی ها. رجبی چون نوازنده اینطوری بود دوست داشت در اوج در واقع فلک به سر ببره و هر لحظه غرغره در گنبد افلاک بندازه، تحمل نواختن ضعیف رو نداشت. یعنی این چیزی که میگن که از نظر اخلاق و برخورد و فلان، یکی از چیزاش این بود که خیلی مهم بود، میگفت نوازنده باید بلد باشه کارش، باید کارش رو ببره بالا، فن کامل باشه. اینی که یه مثلا به حالت خیلی معمولی حالا یه جوری که فقط کارش پیش بره نوازندگی میکرد اون رو قبول نداشت. اینی که پیله میکرد، میکوبید، مسخره میکرد اونها رو، اداشون رو در میآورد و به نظر من این کار خیلی درستی هم بود، چون این کار شوخی نیست. قرار نیست که هر کسی سازی دست گرفت بیاد بشینه و کار موسیقی بکنه. از این جهت کارش درست بود. جهت دیگهش این بود که رفتار نوازنده ها رو، این که دیگه بیشتر درست بود. یعنی من فکر میکنم حضور رجبی اگر در موسیقی ایران نبود، البته نه اینکه تنها رجبی ها را عرض میکنم، اگر حضور رجبی نبود نوازنده ها راحت خیالشون رو سرشون رو مینداختن پایین، به قول خودش تنبکی به تو چه این حرفا، برو بشین کارتو بکن، پولتو بگیر، کیف کن. آدم مثل رجبی، ببخشید، آدمی مثل رجبی اگر میخواست به قول خودش به نان و نوا برسه، براش آب خوردن بود. تمام خواننده ها، تمام نوازنده ها مشتاق بودن که باهاش کار بکنن، میتونست به هر جایی که بخواد برسه، چون دیگه کارش رو بلد بود، هیچ لحظه درنگی در کارش پیش نمی اومد. ولی این کار رو نکرد به خاطر اینکه به اصطلاح هدف بالاتری داشت، هدف بالاتری داشت و اون سختی ها را تمام کشید، نذاشت کسی تکون بخوره تو این مملکت که موسیقی یک قداستی داره. ما مثل همسایه هامون نیستیم، کشورهایی که اطراف ما از اینکه نوازنده بزرگ و خواننده بزرگش هم افتخار میکنه بره نمیدونم بشه تو عروسی بزنه، مثلا تو مجلس فلان بزنه. اینجا اینطوری نیست، اینجا نوازنده که شخصیتی داره. من داشتم در اون قسمتی که نواختن تنبک یک گروهی ما نوازنده داریم که صرفا دیگه اون مفاهیم ریاضی در کارشون نبود ولی احساس کامل. حالا اسم ببرم چیزی نیست، مثلا ما نوازنده داشتیم مثل ناصر فرهنگفر. ناصر فرهنگفر اصلا این صحبت ها در موردش نبود، نه سخنرانی میکرد نه ریتمای عجیب غریب مثلا از این نوعی که در کار آقای رجبی بود انجام میداد، ولی باز هم در هر مجلسی حاضر میشد سلطان بود. احدی جرأت نمیکرد در مقابل اون بالاتر از اون بشینه. من بار سالها باش ساز زدم و دیدم. رجبی این رو میخواست و این کارش تأثیر بسیار زیادی به موسیقی ما گذاشت. فعالیتش خیلی سریع، من اون چیزایی که تو ذهنم بود اشاره کنم، افتاد به زمانی که مرکز حفظ شاهی موسیقی درست شد. جوانان بسیار سینه سپر کرده‌ای برای پیشبرد موسیقی جلو اومدن. رجبی باز هم اون کارش رو رها نکرد، همراه با اینها گاهی هم برخلاف حتی اینها
اون هدفهاشو دنبال کرد، تمام نوازنده ها رو گذاشت زیر ذره‌بین، مخصوصا به قول خودش که همش میگه که اعم نوازنده ها به طور اخص نوازنده های تنبک رو که دست از پا خطا نکنن، شأن نوازنده رو بشناسن، کار رو بیارن بالا، هم از نظر فن و تکنیک هم از نظر رفتار اجتماعی، چیز نشن که کسی نباشن که به قول خودش نوکرمعاب و بنده‌وار و نمیدونم فروتنی. خودش وقتی داره از خودش صحبت میکنه میگه که تنبک من کاری نکردم. ببینید این اون حتی به اون تواضع‌های کلیشه‌ای تن در نمیداد، میگفت من کاری نکردم، مثلا 15 تا ریتم بود من 1000 تا بهش اضافه کردم. این تعریف چی؟ یا اون شعری که تو اون نامه معروفش نوشته که تو گویی فریبرز هرگز نبود. به هر حال اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست، رهروی باید جهانسوزی نه خامی بی غمی. خیلی خیلی متشکرم. ممنونم از